ببینید شما الان دما رو 60 درجه گذاشتین، این آب داغی قابل استفاده نیست، نمیتونید استفاده بکنید. از روی دستگاه شما گذاشتین رو 60 درجه، اینجا که الان نگاه کنید رو 60 خیلی زیاده. دما رو همیشه از روی پنل یه جوری تنظیم کنین که در حد 45 50 باشه. اینجا مثلا روی 40 خوبه. اگه دمای بیشتر خواستین رو 45 درجه تنظیمش میکنین. یه طوری باشه که فقط شما آب گرم رو باز کردین با آب گرم کار کنین، یعنی نیازی به ترکیب با آب سرد نباشه. یه آب احتمالاً خیلی داغ بوده، شما میومدین اینجا وسط ترکیبش میکردین، دستگاه خاموش میکرده، خطا میده. شما از این شیر برای تنظیم دما اصلا استفاده نکنین. آره دما رو از روی خود پنل تنظیم کنین. الان 35 40 درجه، مثلا رو دمای 35 که یک طوری باشه فقط شما شیر آب گرم رو باز کنید. الان ببینید یه دمای متعادل شد. حالا 5 درجه دیگه بعد میتونید بیشترش کنید. اصلا نباید ترکیبش کنید. شما وقتی میانی فشار رو ترکیب میکنین با آب سرد، آب گرم و ورودی فشارش کم میشه، دستگاه خطا میده. شما روی پنل مثلا الان اینجا رو 40 45 خوب، رو 45 درجه ما الان تنظیمش کردم. گرمایش رادیاتورا هم تا 80 میتونین تنظیم کنین. الان مثلا رو 76 گذاشتین. اینجا رو یک دمای مثلا طرف صبح 45 اینا میذارم اشکال نداره، این تغییر میدم. نه مشکل پیش نمیاد. الان گذاشتمش مثلا رو 50 درجه. توی شرایط الان که روزه 50 خوبه. حالا شب که یه مقدار هوا سردتر میشه میتونیم بذاریم رو 60 درجه. اگه خوب بود که رو همون دما باشه. حتی الامکان هم سعی کنین که آب گرم رو نیاز ندارین زیر 1 دقیقه خیلی آب گرم رو باز و بست نکنین. تو این فاصله که دستگاه میخواد استارت بکنه روشن بشه شاید 10 ثانیه 15 ثانیه زمان ببره تا آب برسه اینجا. شما تو 10 ثانیه 5 ثانیه شیر رو باز میکنین میبندین، پکیجتون روشن خاموش. این مصرف و انرژی رو میبره بالا، استهلاکش هم میاد بالا و باعث میشه که خرابی داشته باشین رو سیستمتون.